امروز که میشه today، دیروزم که میشه yesterday، فردا هم میشه tomorrow. اما پریروز چی میشه؟ یا پس فردا چی میشه؟ اونو باید چجوری بگم؟ بریم با هم یاد بگیریم. خب گفتیم دیروز میشه چی؟ yesterday. حالا میخوام بگم پریروز، یعنی روز قبل از دیروز، چی میگیم؟ the day before yesterday. حالا میخوام بگم پس فردا، فردا میشد چی؟ tomorrow. میخوام بگم روز بعد از فردا، چی میگم؟ the day after tomorrow. حالا اگه بخوام بگم 3 روز دیگه یا 3 هفته دیگه یا 3 ماه دیگه، اونو باید چطوری بگم؟ اون دیگه رو با away نشون میدیم. مثلا میخوام بگم 3 روز دیگه، میگم 3 days away. 3 هفته دیگه 3 weeks away. حالا تو بگو 3 ماه دیگه چی میشه؟ برام کامنتش کن.